اول. خب دوره تاریخ دستگاه‌ها که شروع کردیم با هم، یک دوره‌ای هستش که در واقع طی 8 جلسه ما به بررسی ابعادی از تاریخ دستگاه‌ها خواهیم پرداخت. جلسه اول، جلسه امروزمون، موضوع اصلیش مجموعه‌های چند مادی، یعنی مجموعه‌های دستگاه مانند در متون پیشا صفوی و صفوی و همچنین تعریف اولیه دستگاه هست که در ادامه بیشتر راجبش بحث خواهیم کرد. جلسه بعدی، هفته بعد همین ساعت، 8 دستگاه دوران صفوی رو به شکلی مفصل‌تر باهاش آشنا میشیم و ارتباطش رو با کارگان کهن موسیقی، یعنی رپرتوار موسیقی صفوی که متاسفانه ما بخش اعظمیش رو نداریم، ملودیاشون رو باز هم بررسی خواهیم کرد و بیشتر متن تصنیف ها رو داریم، اما همین متن ها هم به ما خیلی کمک کننده هستن در شناخت دستگاه ها. جلسه سوم وارد بحث فنی ترش میشیم و محتوای نغمگی دستگاه های دوگاه و دستگاه حسینی رو بررسی میکنیم. جلسه بعدش همین کار رو برای 4 تا دستگاه اوزال، عجم، مخالف و سگاه طبق چیزی که در عصر صفوی بودند ادامه میدیم. جلسه پنجم کار رو تموم میکنیم با دستگاه های صفوی، با 2 تا دستگاه راست و دستگاه نیشابور و بعدش جلسه ششم وارد موضوع دستگاه ها بعد از دوران صفوی میشیم که در حد فاصله صفویه تا قاجار، در اون 100 سال پرتلاطم ظهور افشاریه و زندیه، چه بلایی سر دستگاه ها میاد، چه تحولاتی در واقع شکل میگیره در دستگاه ها. و نهایتا جلسه هفتم میایم میبینیم که چه ارتباطی داشتن اون دستگاه های صفوی با دستگاه هایی که در دوران قاجار شکل گرفت، چه تحولاتی رخ داده، چه تداوم هایی داریم. و جلسه هشتم یک بحث و نتیجه گیری مفصل و همراهی شما خواهد بود با پرسش و پاسخ که ما ببینیم که چه تغییری ایجاد شد در تصور ما از پدیده دستگاه و تاریخش. و حالا یک سوالی که پیش میاد اینه که چرا الان ما داریم این صحبت رو میکنیم؟ ما الان خب بالاخره نظام دستگاهی 100 ساله که در ایران خب عرف عام هستش دیگه. شما میرید موسیقی یاد بگیرید، موسیقی ایرانی بر اساس نظام دستگاهی هست. حالا چی شده که سال 404 ما تازه میخوایم راجع به تاریخ دستگاه ها صحبت بکنیم؟ و علتش هم این هستش که خب ما امروز چیرگی پدیده‌ای به نام ردیف میرزا عبدالله رو داریم، معمولا به روایت نورعلی برومند. و حالا میریم قبلتر، دوران ناصرالدین شاه 100 سال قبل، تنوع داریم، مثلا روایت‌های مختلفی از 7 تا دستگاه که اسامیشون بعضا متفاوته، فهرست گوشه هاشون متفاوته از این روایت استاندارد امروزی. و بعدش به کمک اسناد که باز هم این اسناد بیشترشون تازه پیدا شدن طی 20-30 سال اخیر، میتونیم تا اوایل قاجار ببینیم که چه اتفاقی میافتاده. مثلا شخصی بوده که میگن بنیانگذار این 12 دستگاه قاجاری بوده در ابتدای قاجار با 12 تا دستگاه و نه 7 تا دستگاه، مثلا اسمش بابا مخمور اصفهانی بوده که اینها هم یک مقداری اختلافاتی داشته محتوای دستگاه ها با این سنت امروزی که داریم. اما وقتی که قبل از قاجار رو نگاه میکنیم، مثلا دوره زندیه، ما خیلی منابع محدودی داریم، یعنی رساله موسیقی به اون شکل نداریم که تألیف باشه، حالا یکی دو تا شاید اخیراً پیدا شده. و وقتی که قبلتر میریم دورهای افشاریه، دوباره دوران جنگ و تلاطم و بی‌ثباتی ایران بوده، قبلش افغان‌ها حمله کردن، ولی مثلا دوباره رساله چندانی نداریم در موسیقی که مشخصاً برای دوره افشاری باشه. یک گزارش خیلی جالبی داریم که یک تنبورنواز عثمانی اومده اردوی نادرشاه، تنبوری آرتین که ارمنی بوده، یک رساله‌ای نوشته به حروف ارمنی ولی به ترکی عثمانی و این بخش‌هایش اطلاعات جالبی دارن درباره موسیقی ایران، اما این خودش هم بیشتر در طیف رسالات موسیقی عثمانی هست کلیت محتواش. و قبل از دوره افشاریه ما میرسیم به اواخر صفویه که رسالات خیلی زیادی داریم، کارگانش رو، رپرتوارش رو میشناسیم
در واقع متن کلام بدون ملودی تصانیف اون روزگار رو داریم در منابع. مثلا می‌دونیم که اواخر صفویه تصانیف منسوب به خواجه عبدالقادر مراغی یا خیلی آهنگسازهای بزرگ دیگر اجرا می‌شده در اصفهان، در تبریز و در جاهای دیگر. و قبل از اونم که یک عصر زرین داریم در دوران صفوی، همون عصر زرین حکومت شاه عباس اول، که در اون دوره خیلی آهنگسازها ظهور کردن، خیلی هاشون آثارشون تا اواخر صفوی هم زنده مونده. خود شخص شاه عباس آهنگساز بوده و یک جهان متفاوت موسیقایی رو می‌بینیم ما در متون صفوی که یک نظام ایقاعی دارن، اصناف مختلف تصنیف دارن، نمیدونم کار، عمل، نقش، صوت، پیشرو و یا مثلا گونه‌های ترکی موسیقی، نمیدونم هوایی و کروغلی و اینجور چیزها که توی متونشون آوردن، یا ورساقی یا معنی یک ژانر موسیقی بوده. ولی مشکل ما در واقع در نگارش تاریخ دستگاه‌ها وسط همین حلقه هست، همین زنجیره تاریخی هست. همونجور که گفتم منابع از دوره زندیه خیلی کم داریم. دوره در واقع زندیه یک جورایی مرکز قدرت میره به شیراز و استان فارس و نگرش به حکومت و نگرش به امر دربار متفاوت میشه. میدونیم که مثلا کریم خان زند به خودش میگفته وکیل الرعایا، نمیگفته من مثلا شاه یا سلطان هستم و درباری خواهم داشت. برای همین موسیقی که اون دوره مثلا شکل گرفته و ما از منابعمون میشناسیم موسیقی مطربی بوده که خیلی در دسترس عوام بوده. مثلا محله‌ای بوده در شیراز، محله خیل، خیلی معروف هست که بانوان رقاصه و خواننده زیادی اونجا بودن. ولی طبق نظر اساتید و تحلیلگرایی که تا در این مورد نظر دادن، این بیشتر یک موسیقی سبک بوده، نه موسیقی پیچیده‌ای که مثلا توی موسیقی دربار صفوی داشتیم. بنابراین اگر انقطاعی صورت گرفته بیشتر در همین دوره زندیه احتمالاً شکل گرفته، چون که قبلش ما در دوران افشاری هنوز احتمالاً اساتید صفوی رو داشتیم که زنده بودن، ولی دیگه تا دوره زندیه چقدر دوام آوردن، چقدر دوام نیاوردن، چطوری رساله نوشتن، ننوشتن و چه ابتکاراتی به خرج دادن برای ما یک مقداری تاریک هست. و به همین دلیله که ما به خاطر این محدودیت رسالات و منابع نتونستیم که زیاد درباره تاریخ دستگاه‌ها مطلب جمع بکنیم. پس این هست مشکل نگارش تاریخ دستگاه‌ها که تا الان به تأخیر افتاده. اما قبل از شروع بحث و بررسی اصلی ما لازم هست که یک چند تا مفهوم کلیدی بنیادین این جلسه رو یک مرور خیلی خیلی مختصر و سطحی بکنیم. حتما که برخی مفاهیم برای همه آشنا هست، ولی باز هم موظفم که این مطالب رو مرور بکنم. اولیش همون ارکان اصلی نظام مدال موسیقی در کل قرون وسطای ایران و کل خاورمیانه پرده یا مقام بوده. یعنی در طول دوران قرون وسطا مقام‌های اصلی، مدهای اصلی در موسیقی ایران و کل خاورمیانه 12 پرده یا 12 مقام هستند. و این رو مثلا ما در دوران سلجوقی در یک رساله‌ای که شخصی به نام نیشابوری اون رو نوشته، یکی از قدیمی‌ترین رسالات موسیقی به فارسی هست، داریم که میگه که چیزی که در دوران پیش از اسلام بوده 7 پرده بوده فقط، و بعدش پرده ها رو به 12 تا افزایش دادن در خدمت شاه شیرویه و او شاگرد باربر بود. یعنی کسی که اومده، متاسفانه اسمش ناخوانا هست، شاید سغدی اسمش، نمیدونیم، کسی اومده و این تعداد پرده ها رو افزایش داده. اما این خب دوره سلجوقی این حرف رو زده و یک مقداری رنگ و بوی افسانه داره، چون که باربد همیشه با افسانه ها آمیخته بوده. در دوره سلجوقی میدونیم مثلا نظامی گنجوی اون مجموعه خسرو شیرینش باربد رو در واقع یک نوعی میشه گفت که نامیرا کرده، جاودانه کرده طی اون داستان ها، و این نمیتونه که گزارش تاریخی دقیق خیلی علمی باشه. اما به ما میگه که خاطره نظام مدال قبلی رو هنوز اونها میشناختن در دوران سلجوقی که قبلا 7 پرده بوده، الان 12 پرده هست. مفهوم بعدی که داریم
آوازه هست. اولین بار صفی‌الدین ارموی توی کتاب‌هاش این رو آورده در دوره مغول، دوره ایلخان‌ها حدود 800 سال پیش. و این آوازه ها تعریفشون متاسفانه در اون دوره زیاد واضح نیست و ابهاماتی پیش اومده. مثلا در نوشته های قطب الدین شیرازی میبینیم که این ابهامات دیده میشه، خودشون سردرگمن. اما در دوره های بعدی، مثلا دوره صفوی، یک شخصی داریم آقا مؤمن مصنف که سردسته نوازنده های دربار اصفهان بوده، چالچیباشی به اصطلاح، که این اومده و تعریفی گفته برای آوازه که هر کدوم از آوازه ها 2 تا مقام رو دارند. یعنی چی دارند؟ مثلا مقام آوازه گوشت 2 تا مقام حجاز و زنگوله را دارد. حالا بیشتر در ادامه هم میبینیم این دارد یعنی چی. پس یک طبقه دیگری از 6 تا آوازه داریم که ارتباط 2 به 1 دارن با 12 تا پرده یا مقام. و بعدش مفهومی داریم به نام شعبه که این رو مراغی خوشبختانه تعریف نسبتاً قابل قبولی براش ارائه کرده. گفته که هر کدوم از پرده ها، از این 12 پرده یا مقام، 2 تا شعبه دارن نزد اهل عمل. مثلا از پرده حجازی عضال و نهفت را اعتبار کردند و گفته که عضال و نهفت شعبتین حجازی هستند. چیزی که بعداً در متون می‌بینیم اینه که انگار که هر کدوم از این مقام‌ها یا پرده‌ها 2 تا قسمت اوج و حضیض یا زیری و بمی داشتن که وقتی که به این 2 تا قسمت میرفتن انگار که به اون 2 تا شعبه میرفتن و ظاهراً مثلا از شعبه بم شروع میشده اجرای این مقام‌ها، میرفته به خود مقام و بعدش به شعبه زیرش حرکت میکرده. خود این هم یک پدیده آشنا هست به تشخیص دکتر پورجوادی. و بعدش یک ماهیت مدالی داریم که درسته که اولین بار عبدالقادر مراغی دوباره اسمش رو آورده، گوشه، اما تعریفش زیاد واضح نیست در متون ما و بیشتر توی دوره صفوی هستش که ما این رد گوشه رو میبینیم در متون و رسالاتمون. و رسالات مختلف به طرز عجیبی اسامی مختلفی از این 48 تا گوشه رو آوردن، به طوری که هر 4 تا گوشه رو متعلق کردن به یک پرده یا مقام و مثلا در یک رساله 4 تا گوشه اسامیشون فلان چیزها هست، در یک رساله دیگر 4 تا گوشه اسامیشون یک چیزهای دیگر. انگار که در سطح گوشه اساتید مختلف روایت‌های خاص خودشون رو داشتن، آزادی عمل بیشتری داشتن. و اما این هم یک در واقع نمودار شماتیکی است از این مدل استاندارد نظام مدال موسیقی در قرون وسطا در ایران، مخصوصا چون گوشه ها بیشتر در ایران دیده میشه، در صفویه، در عثمانی یا جاهای دیگه نیست. مثلا میبینید که شما اول یک آوازه رو آورده سمت راست، گردونیه آوازه، بعد 2 تا مقامی که این آوازه داره، مقام راست و مقام عشاق. بعد هر کدوم از این مقام ها اوج و حضیضشون، یعنی 2 تا شعبه شون رو میبینیم، شعبه مبرقع، شعبه پنجگاه، یا در مورد مقام عشاق شعبه زابل، شعبه اوج. و بعدش از 4 گوشه، از 4 جهت 4 تا گوشه رو میبینیم برای هر کدوم از مقام ها. و این مدل هندسی که یک کره‌ای هست که زیر و رو داره و بعد به 4 جهت هم میتونه که بره، خیلی هندسی هست و نشون میده که اینا چجوری دارن فکر میکنن درباره ارتباطات مدال با هم دیگه. حالا وارد جلسه اولمون میشیم، مجموعه های چند مدی در متون پیش از صفوی و صفوی و تعریف اولیه دستگاه. اول اینکه مجموعه چند مدی چی هست؟ منظور ما اصلا نمیخوایم پیچیده کنیم کار رو. دستگاه یک مجموعه چند مدی هست، دستگاهی که امروز ما میشناسیم، یک توالی جمع مشخصی از مد هاست یا فیگوراسیون ها، تحریر ها، پنجه ها، جمله ها، اشارات، چیزای موزون، چیزای عمدتاً غیر موزون که بعضاً موزون میشن در نغمه ها، که معمولاً در ابتدای یک کنسرت اجرا میشن قبل از تصنیف ها. ممکنه که نیم ساعت دستگاه اجرا بشه و بعد وارد تصنیف های موزون بشیم. این رو بهش میگیم دستگاه که امروز توی ردیف های مختلف ما این دستگاه ها رو میشناسیم. مثلا دستگاه ماهور در ردیف های معمول امروز اول درآمد ماهوره که ناموزون یعنی غیر متریکه، بعد داد، گوشه داد هست، گوشه دلکش و گوشه های دیگر که باز هم عمدتاً غیر متریک هستند.
منظورمون از متون پیشا صفوی چی هست؟ رسالات موسیقی، همونجوری که هی داریم صحبتش رو میکنیم، رسالات موسیقی تیموری داریم، همون مثلا عبدالقادر مراغی. رسالات موسیقی عثمانی داریم که عمدتاً به ترکی عثمانی هستن که اینها هم مهم هستن، و رسالات موسیقی صفوی داریم. ذکر خیلی از این بزرگان شد دیگه. قطب الدین شیرازی، مراغی که رسالات دوره مکتب منتظمیه رو نوشتن، قطب الدین شیرازی دوره ایلخانی و مراغی دوره تیموری یا قبلش جلایری. یا رسالات عثمانی، مثلا رساله نظام الدین یوسف قرشهری که خیلی مهم هست، متاسفانه اصل فارسیش موجود نیست ولی ترجمه ترکیش موجود هست هنوز. یا رساله موسیقی شاه محمد دالدوز هروی و دیگر رسالات صفوی. اینها رو بیشتر امروز خواهیم دید رسالات رو. مبحثی که الان میخوایم راجعش صحبت بکنیم اینه که بالاخره ارتباطات مودال وجود داشتن. همیشه ارتباطات مودالی که در دستگاه ها هم میبینیم در متون منتظمی به شکلی خودشون رو نشون میدن. مثلا همون اول کار صفی‌الدین اورموی که بنیانگذار مکتبمون هست، در فصلی از کتابش با عنوان فی تشارک نغم، در اشتراک نغمه ها، میده که مثلا همه مقام های ادوار، اینجا ادوار رو استفاده کرده چون خاصیت دایره‌ای و اکتاوگونه دارن مقام ها، در 4 تا نغمه‌شون، در 3 تا نغمه‌شون مشترک هستن. انگار که مثلا نغمه اول اکتاو، نغمه 4م بالایی و نغمه آخر اکتاو، اینها در همشون مشترک هست. اما بعضی از این مقام ها یا ادوار یا پرده ها، مثلا اشاق و نواب و بوسلیک، با هم اشتراک نغمگی دارن و بنابراین ما میتونیم که حین اجرا از اشاق راحت بریم به نوا، از نوا بریم به بوسلیک. میبینید درجه اول مثلا یک گام رو اگر اشاق در نظر بگیرید، اول اشاق، درجه دومش اول نواست، درجه سومش اول بوسلیکه. یعنی عین مدهای غربی، انگار که همونجور که مثلا درجه اول گام ماژور مد آیونیان هست، درجه دومش یه مد دیگر، درجه سومش یه مد دیگر، اینجا هم این جریان برقرار بوده. اما به شکلی واضح‌تر این قطب الدین شیرازی هستش که میاد به ما میگه که این پرده ها میتونن که با هم خلط بشن، با هم یه جورایی ترکیب بشن، مناسبت هایی دارن با هم. باید دانست که این جموع یعنی مقام ها و شعب را با یکدیگر مناسبت افتد و در تلحین انتقال از هر یکی به مناسبت آن سبب زیادت رونق و تراوت لحن گردد. یعنی میگه که انتقال وقتی پیدا میکنیم از یک مقام به یک مقام دیگر خوب میشه. پس طبیعتا ما میبینیم که این کار رو میکردن، این انتقالات رو انجام میدادن. اما مثلا اینجا میگه که به لطف ذهن و صفای قریحت این اتفاق میافتاده در اون دوران. یعنی مدگردی ها مثل نظام دستگاهی بسته نیست، باز هست. یعنی اینکه مثلا اینجا در یک جدولی برای ما آورده که حسینی و رهاوی اون زمان با هم تناسب دارن در ساختارشون، نغمات مشترکی دارن در یک دانگشون، بنابراین میتونن که مدگردی بکنن به هم دیگه. یا مثلا نوروز و رهاوی با فاصله 4 درست با هم اشتراک نغمگیشون پیدا میشه، انگار یکیشون مثلا از دو هست، اون یکی از فا هست. و بنابراین نظام دستگاهی نمیتونیم به این به راحتی ها بگیم، ولی میدونیم که یک ارتباطاتی رو اینها در نظام مودالشون برقرار میکردن بین مدهای مختلف. و نهایتا میایم دوره تیموری. خود عبدالقادر مراغی مطالب مفصلی گفته در این باره، مثلا تحت عنوان در مناسبت پرده ها و آوازات و شعبات. این کلمه مناسبت رو هی میبینیم از قطب الدین به بعد. این هم میگه که باز پرده ها و آوازات و شعبات با یکدیگر مناسبات دارند و در تلحین انتقال از هر یکی به مناسبت آن سبب زیادت رونق و تراوت لحن کرده. عین جمله قطب الدین رو در واقع آورده. گاهی این مناسبت در یک طبقه یعنی در یک دانگ هست، گاهی در 2 طبقه، در 2 دانگ، در 2 تا تتراکورد. مثلا همون مورد اشاق و نواب و بوسلیک رو باز آورده و بعد گفته که مثلا از شعبه ها هم فلان چیزها با اینها میتونن که متناسب باشن.
یا مثلا در کیس راست گفته که از پرده ها با حسینی اشتراک نغم داره، از آوازه ها با گردانیه، و بعد شعبه هایی هم باهاش باز دوباره متناسب هست. همین مورد دوباره در کیس حسینی رو هم توضیح داده و در کیس دیگر مقام ها. اما آخر این فصل رو خیلی جالب تموم کرده. توی نظام منتظمیه، مکتب منتظمیه، تعداد مقام ها درسته که 12 تاست، اما تعداد مدهای قابل حصول به طور کلی طبق محاسبات ریاضیاتی ترکیب دانگ ها و تتراکورت ها و پنتاکورت ها میشه 91 تا در رساله عبدالقادر مراغی. اینجا مراغی اومده گفته که این بود مطالب اصلی که قرار بود بگیم، ارتباط راست مثلا با اینها و مقامات و شعب مختلف، اما بیان مناسبات مجموع ادوار 91 گانه را در کتاب کنز الالحان ذکر کرده ایم. کنز الالحان موجود نیست امروز متاسفانه، اما این اشاره خودش خیلی مهمه، به خاطر اینکه نشون میده که مراغی، شخصی مثل خود مراغی، اونقدر این مدولاسیون ها براش مهم بوده که کل این گام های بالقوه قابل حصول رو، در واقع مدهای بالقوه قابل حصول رو که چه ارتباطی با هم داشتن رو یه جایی بیان کرده. چرا اینو بیان کرده؟ چون احتمالا خودش استفاده می‌کرده از این. خودش در جای دیگری از رسالش نوشته که من یک اثری نوشتم، یک اثری ساختم، یک پیشرویی تحت عنوان جامع الالحان که یک کلیاتی هستش که کل این 91 تا مد رو من اونجا استفاده کردم. یک کار خیلی سخت و دشواری هست. و همین ارتباطات مدال رو ما اوایل صفوی هم دوباره در رساله تقسیم النغمات می‌بینیم که پروفسور اوون رایت این رو تصحیح کرده، چاپ کرده. یک فصلش هست در ربط دادن هر دو شعبه با یک مقام، همونجوری که مراغی هم صحبتش رو کرده بود. اگر دقت بکنید اینجا تصویر واضح باشه، میگه که مثلا درباره مورد راست، شعبه های اول مبرقه و بعد پنجگاه رو چطوری به مقام راست ربط بدیم. میگه که ابتدا از مبرقه کنند، بعد از آن به راست سیر کنند و از آنجا به پنجگاه روند. چنین بود طریق جمع کردن اینها. و بعدش دوباره این اشاره مناسبت رو مطرح میکنه و اینجا مناسب است نمودن اصفهان و نیریز و نیشابورک و حجاز ترک و سلمک و گردانی و ماهور، و بهتر آن است که در آن در راست فرود آرند. یا در کیس مشابهی میگه که مثلا در مورد اصفهان اول از شعبه نیریز شروع میکنیم، بعد میریم به خود اصفهان و بعد میریم به شعبه نیشابورک، و بعد اینجا مناسب است نمودن راست و پنجگاه و نیشابورک و سلمک و شهناز و گردانیه و ماهور، و بهتر آن است که از آنجا که ابتدا کرده اند انتها نیز همان را سازند. خب مشخصا داریم راجع به یک شبکه ارتباط مدال صحبت میکنیم، یک زنجیره ای از مدها، اما مشخص نیست باز که این لزوما یک نظام دستگاهی رو بیان میکنه با بیان متر آزاد، یا اینکه نه، ممکنه که یک تصنیفی داریم از مثلا راست، از مبرقه شروع میشه میره به راست، یه تیکش میشه پنجگاه و الی آخر. اینش زیاد مشخص نیست. فصل ششم این رساله دوباره در بیان اینکه آوازه ها، این 6 تا آوازه چطوری به 12 مقام ربط پیدا میکنن، جملات مشابهی میگه. مثلا آوازه گردانیه چجوری جریانش؟ اول راست میزنن، بعد خود گردانیه و بعد میان اشاق. خب و بعد اینجا دوباره بحث مناسبت. مناسب است نمودن پنجگاه و مبرقه و ماهور و زابل و اوج و سلمک و بهتر آن است که در راست بگذارند آخرش رو. و اینها رو باز داره بر چه اساسی میگه؟ ما میتونیم تشخیص بدیم که راست خب دو تا شعبه پنجگاه و مبرقه رو داری در این نظام، در این رساله، و اشاق هم دو تا شعبه زاول و اوج رو داره. انگار میگه که از یک مقامی شروع میکنیم، میریم به آوازه مربوط به اون مقام و بعد به اون مقام دیگری که ربط داره به همین آوازه با همون نسبت 2:1 مقام ها و آوازه ها، و بعد شعبه هایی که به اینها ربط داره هم میتونیم بزنیم. اون چیزی که الان اینجا تا اینجا ما دیدیم یک شبکه آوازه، مقام و شعبه هست که در این نظام مدال موسیقی صفویه وجود داشته. هر آوازه به 2 تا مقام و هر مقام به 2 تا شعبه راه داره و اینها میتونن که به مدهای متناسب سیر بکنن، انتقال پیدا بکنن
متناسب یعنی چی؟ گفتیم دیدیم دیگه، اشتراک نغمگی داشته باشن با هم. این یک نظام مدال باز هست. خب این رو در موسیقی عثمانی هم ما داریم، میتونیم که در موسیقی های غیر مقامی هم دنبالش بگردیم. خب کمابیش موسیقی غربی هم همینه دیگه، اشتراک نغمه یعنی چی؟ همین مدولاسیون بر اساس نغمه محوری یا پیوت نوت هست یا پیوت کورد، چیزی که میشناسیم در موسیقی غربی یا توی موسیقی هند هم ممکنه که پیش بیاد. لزوما این نظام دستگاهی رو به ما نشون نمیده. یک امکان مدگردی بر پایه قریحه هست، همون اصطلاحی که قطب الدین گفته، بر پایه تناسب هایی هست که بر اساس شکل اشتراک نغمه ها هست. خب تا اینجا اوکی. اما نخستین رد از مجموعه های چند مدی که ما بتونیم که یک مقداری شبیهشون ببینیم به نظام دستگاهی، اواخر دوره تیموری، دوره سلطان حسین بایقرا در واقع ظاهر میشن. ما یک شخصی داریم در اون دوره به نام شاه محمد دلدوز هروی که اهل هرات بوده و این رو در متون اون دوره مثلا واصفی در بدایع الوقایع که اتوبیوگرافی خودش هست یک مجلسی رو شرح داده و اونجا گفته که مثلا خواننده های مختلفی بودن، حافظ بصیر، حافظ میر، حافظ حسن علی، اینا همشون حافظ هستن، حافظای قرآن بودن که خوش صدا بودن، حسن صوت داشتن و برای همین خواننده هم بودن. بین این خواننده ها شاه محمد خواننده رو هم اسم برده، همچین کسی پس اونجا بوده. 100 سال بعد از این دوره درویش علی چنگی دوباره در رساله خودش از این شاه محمد اسم میبره و میگه که یک تصنیفی ساخته در اون دوران، کلیات در پرده راست، که 1000 بار این مدولاسیون میکرده، 12 مقام، 24 شعبه و 6 آوازه رو توی یک تصنیف بیان میکرده و اون تصنیف هنوز زنده بوده در انگار 100 سال بعد خودش. ما میاییم میبینیم که یک رساله موسیقی داریم که این گمنامه، نمیدونیم کی نوشته، اولش نگفته، اما یه تیکه از این رساله این میاد میگه که من یک تصنیفی ساختم، این مؤلف این رساله، که ما میبینیم که همین تصنیف هست، همون شعر هست و همون کلیات هست و این تشخیص رو دکتر اسدالله شعور دادند که این رساله رو همون شاه محمد نوشته دیگه. درسته خودشون معرفی نکرد اولش، اما شاه محمد نوشته. پس ما میدونیم این رساله کی نوشته شده؟ در دوره سلطان حسین بایقرا. حالا این چرا مهمه؟ چون که در این رساله ما برای اولین بار، همونجور که گفتم، در باب 12 میبینیم که میگه در بیان آنکه هر آهنگی که خوانند در کدام مقام ها در بعضی نسخه های رساله رنگ ها نوشته سیر کنند. مثلا اگر راست خوانند گردانی و نیروز و اصفهان و فلان و فلان سیر کنند خوشایند باشد. در دوگاه حسینی و محیر و کوچک و فلان و فلان سیر کنند خوب باشد. همین منوال در 3 گاه نیک است، در 4گاه فلان و فلان سیر کنند نغز است. دوباره میاد 5 گاه رو هم میگه ولی میگه که همون راسته. یعنی 4 تا زنجیره مدال رو مشخصا اسم برده. اینجا دیگه یک انتظاممندی داریم میبینیم که اگر این رو خواندی دیگه اینها رو سیو میکنی. اونقدر میبینیم که چندان هم باز نیست، طبقه بندی شده کل متا به 4 گروه. پس این در خراسان، در هرات، شاه محمد اولین بار ظاهرا این رو نوشته. حالا میایم دوره صفوی که وارد میشیم. ما رساله‌ای داریم، رساله در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او، که اواسط قرن اول صفوی این رساله نوشته شده. باز هم احتمالاً در هرات نوشته شده، به خاطر اینکه توش از شخص‌هایی اسم برده شده، مثلا استاد صابر قاج که اهل هرات بوده، یا مثلا استاد زیتون که مدتی در هرات بوده. اواسط قرن اول، دوره شاه طهماسب، قبل از توبه ها طبیعتاً. و این رساله هم دوباره یک بخشی داره، بدان که بعد از دانستن مقام و شعبه و گوشه و آوازه 4 شد مقرر است. اول دوگاه، دوم راست، سوم مخالف، چهارم 4گاه. و بعد میاد این 4 تا شد رو توضیح میده و ما میبینیم که مشخصاً با 4 تا زنجیره مدال مجموعه چند مدی مواجه هستیم. مثلا شد اول دوگاه هست، باید که مطرب اول دوگاه شد کند. این شد کند یعنی چی؟ در ادامه میبینیم. بعد از آن حصار بنماید و باز به دوگاه آید. بعد از آن حسینی فلان فلان
و این همه که مقام‌های مختلف رو نمود، یعنی نشون داد به نماید، این شد ختم میشه و اگر خلاف این عمل کند نغمات بی آهنگ باشد. دوباره شد راست و همین منوال جمع دیگری از متا، شد سوم مخالف و همون روال و شد چهارم چهارگاه. ارتباطش رو میبینید تقریبا همون چهارتایی هستش که شاه محمد هم اسم برده بود. به جای سومی، به جای سگاه مخالف آورده، ولی هنوز باز هم راست، دوگاه، سگاه و چهارگاه 4 تا هستن بر اساس 4 درجه. بعد از قرن اول صفوی ما یک متنی دوباره داریم که این هم تقریبا میشه گفت که تازه پیدا شده. 401 آقای امین هراتی دوست بزرگوارم این رو تصحیح کرد، منتشر کرد، شناسایی کرد. رساله موسیقی طباطبا. کسی به نام رمزی طباطبایی این رو نوشته، رمزی طباطبا، و تقریبا میشه گفت که محصول دوره شاه عباس هست، یعنی 50 سال از اون متن قبلیه جلوتر میایم و اینجا میبینیم یک شیفت فازی، یک تفاوت، انگار که یک توجه دیگری شده به این مقوله زنجیره‌های مدال، چون که به جای اون 4 تا الان میبینیم که 8 تا داریم. نوشته که استادان در تغییر نغمات ملاحظه نمودند که اگرچه بعضی آهنگ مهدتر بعضی میکنند، اما چون مناسبتی ندارند آن را بعد متنافر میگویند، زیرا که طبیعت سامع از آن نفرت میکنند. یعنی چی؟ میگه درسته که مدگردی میکنن از هر چیزی به هر چیزی، اما چون اون دوتا مناسبت ندارن این رو نفرت میکنن ازش، بعد متنافر میگن. اما اگر میخوان که مستمع رو از شنیدن ذوقی روی دهد، الفت نغمات را ملاحظه نمایند، رعایت میکنن الفت نغمات رو. و باز این کلمه مناسبت رو اینجا میبینیم، چنان که اگر راست میخونن، خوانندگی کنند، گردانی و پنجگاه و فلان و فلان، مناسب است که میل کنند. اگر دوگاه برداشته باشد، این اصطلاح برداشت اینجا خیلی کلیدیه، حسینی و مهیر و فلان و فلان رعایت کنند. این برداشت چرا کلیدیه؟ چون که در موسیقی آذربایجان و ظاهرا بخشی از دوره قاجار این برداشت اول خوانندگی بوده دیگه. یک کنسرتی که مجلسی که اجرا می شده، خواننده که شروع می کرده که به یک چیز غزل متر آزاد صداش رو گرم کنه و شروع کنه، این رو میگفتن برداشت. همون چیزی مثل درآمد امروز ماست. باز هم طی 8 تا زنجیره مدال ما میبینیم که فهرست شده که اگر نوا خواند چه شعبات و مقام‌های دیگری مناسب هست. پس میبینیم که یه تغییری رخ داده، از 4 رسیدیم به 8 و نهایتا میرسیم به خود دستگاه، همین رساله‌ای که تازه پیدا شده، رساله‌ای که من بهش میگم رساله 8 دستگاه، در یک کتابخانه در ترکیه پیدا شده و میبینیم دستگاهات سمانیه در ساز نزد اهل عمل. این سازش هم جالبه، این است: دوگاه، حسینی، عجم، عزال، مخالف، سگاه، راست، نیشابورک. اینها هر کدومش یک دستگاه هایی بودن. عددهای کوچیکی این بالا هم نوشته روی هر کدومشون اجزا و متعلقات هر کدوم از این دستگاه هاست. مثلا دوگاه 7 تا اجزا داره، حسینی 5 تا و الی آخر. این هم سال نگارش این رساله، در واقع سال استنساخ این رساله هست، 1131 هجری، که میشه چند سال قبل از سقوط اصفهان به دست افغان‌ها، یعنی هنوز صفویه هستیم. و این 8 دستگاهی که توی اواخر صفویه داریم دیگه مشخصا با اسم دستگاه، دوگاه مثلا دوگاه داره، رکب داره، نوروز اصل داره، چهارگاه داره، نوروز صبا داره، گوشت و حصار داره. و این 42 تایی که اینجا فهرست شده، جمعاً 42 تا مدی که اینجا فهرست شده، تصادفی نیست. 42 دقیقاً جمع تعداد کل مدهای دوره صفوی هست، یعنی 6 تا آوازه به علاوه 12 تا مقام به علاوه 24 تا شعبه میشه 42 تا مد. منتها ترتیبی که اینجا دیگه میبینیم اون ترتیب قدیمی نیست که یک آوازه به 2 تا مقام و هر مقام به 2 تا شعبه ربط پیدا کنه، اینجوری تر و تمیز و متقارن نسبت 6 12 24 باشه. نه، اینجا مثلا میبینیم که دستگاه راست 8 تا عضو داره، دستگاه سگاه فقط 2 تا عضو داره. اینها با چه ترتیب و چه منطقی اینجوری چیده شدن
حالا جای سواله. خب حالا این مروری بود بر این مجموعه های چند مدی طی دوره صفوی، از اواخر دوره تیموری با همون شاه محمد تا آخر صفویه. حالا وقتی که ما این 4 تا رو کنار هم میذاریم، شاه محمد، چهارشد، رمزی طباطبا و 8 دستگاه، میبینیم که ارتباطی بین اینها دیده میشه. یعنی تصادفی نیست، اینجوری نیست که هر کسی مثلا یک دستگاهی ساخته باشه، به هم ربط دارن. انگار که ما 4 تا اسنپشات از برهه‌های تاریخی سرگذشت دستگاه ها رو داریم نگاه میکنیم. چرا؟ وقتی که میایم این شاه محمد رو نگاه میکنیم، میگه که مثلا اگر راست خوانند گردانیه نیریز اصفهان، اصفهانک سپهر. آخر این رو که نگاه میکنیم، 8 دستگاه صفوی رو که نگاه میکنیم، باز میبینیم که راست، اصفهان، پنجگاه، نیریز رو میبینیم، اما دیگه نیشابورش تبدیل شده به یک جزء خودش با نوروز خارا و نوا. یا مثلا وقتی که مورد دوگاه رو نگاه میکنیم، ما میبینیم که تبدیل شده باز به 2 تا دستگاه، حسینی و مهیر و کوچک و فلان، و بعدش حسینی و کوچک و بوسلیک و اشیران اینجا طی 2 تا دستگاه دوگاه و حسینی. ارتباط 2 به 1 شکل گرفته انگار، از اون 4 تا شد، از اون 4 تا مجموعه چند مدی تا 8 دستگاه. و چرا این اتفاق افتاده؟ باز هم جای سواله که خیلی جالبه دیگه. یعنی چجوریه که طی 200 سال حکومت صفویه ما از 4 تا مجموعه رسیدیم به 8 تا با یک نسبت تر و تمیز نسبتاً. این نسبت در دیگر موارد یعنی 3 گاه و 4 گاه هم برقرار بین این مجموعه ها. خب حالا پس ما یک چیزهایی میدونیم که در قرون وسطا در موسیقی ایران و خاورمیانه مقام ها، شعبه ها و آوازه ها بر حسب تناسب و اشتراک نغمگی با هم ارتباط داشتن. میدونیم که در دوران صفوی این یک شبکه سلسله مراتبی بین اینها برقرار بوده. 6 تا آوازه، 12 مقام، 24 شعبه و خب حالا 48 تا گوشه. یک نظام مدال بازی رو پس اینها میشناختن. اما به رغمش در اواخر دوران تیموری ما یک مجموعه چند مدی هم میبینیم در رساله شاه محمد دلدوز که بعدش تبدیل میشن به 4 تا شد و بعدش دوره شاه عباس تبدیل میشن به 8 تا مجموعه چند مدی تو رساله رمزی طباطبا و نهایتا اواخر صفوی هم با اسم دستگاه خیلی تر و تمیز 42 تا مد رو طبقه بندی کردن و دیگه تکاملمون به آخرش رسیده در دوره صفوی. و یک چیزی هم که الان دیدیم توی اون جدول که خیلی جدول مهمی است، در واقع چارت نهایی تاریخ دستگاه ها میتونه باشه، اینه که ارتباط تاریخی بین این 4 تا دوره کاملا قابل تشخیص هست. خب تا اینجا رو پس میتونیم یک جنبندی داشته باشیم. در عین حال یک سری سوالایی دوباره میتونیم مطرح کنیم. این که اصلا اصطلاح شد یعنی چی و چرا به معنی مجموعه چند مدی به کار کرد؟ این که نوشته مثلا ابتدا باید شد کنند یعنی چی؟ دوم، خب ما می‌دونیم که این زنجیرهای مدال رو اوکی گفتن به ما 8 تا دستگاه داشتن، اما بستر اجرایی این شدود کجا بوده؟ آیا اول یک کنسرت بوده مثلا قبل از تصانیف؟ چون مثلا ویلیام سومیتس پژوهشگر انگلیسی اومده گفته که اینها ممکنه که مثلا یک تصنیفی رو در یک مقام طبق این تجویز شدود اجرا کرده باشن، یعنی درباره بخش موزون این کنسرت های مجلس های موسیقیشون باشه، نه لزوما درباره بخش ناموزون ابتدای سویت ها، ابتدای نوبت ها. و بعدش سوال دیگه این که میتونیم بپرسیم اینه که اصلا چرا اول خراسان؟ چرا شاه محمد اول اینا رو مطرح میکنه به اون شکل؟ قبلش ما میبینیم که همه چیز با همه چیز مناسبت داره و میتونیم که متکردی‌های آزادانه بکنیم. چرا اینها اولین بار در خراسان دیده میشه؟ و چرا بر چه اساسی این مقام ها بعضیاشون دستگاه شدن و بعضیاشون ذیل اون دستگاه تعریف شدن؟ چرا هر کدوم از 12 مقام اون دوره خودشون یک دستگاه مستقل نشدن؟ اینا همشون سوالای خوبی هستن که ما بهشون بپردازیم. اول بریم سراغ مقوله شد. کلمه شد در متون منتظمیه
یک معنی خیلی مشخصی داره. کوک رو میگفتن شد. مراغی میگه که اکنون بباید دانست که استخابات یعنی کوک ها ارباب عمل، نزد ارباب عمل که مباشران آلات ذوات الافطارند، اونایی که سازهای ذهی در واقع میزنن، این کوک ها رو میگن شدود، شدها. و مطلقات اوتار را یعنی سیمهای سازهاشون رو بر نسبت نغمات اصل پرده سازند، گویند که این شد فلان پرده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا از یک رساله دیگری من عکسی آوردم که واضح بشه. مثلا اگر ما کوک اود رو با این سیمهای 6 تاییش طوری کوک کنیم که مثلا یک سیمش صدای مثلا لا بده، یک سیمش صدای سی بده، اینجوری بریم لا سی دو ره می فا، یعنی برخلاف این عرف کوک ساز کوک بکنیم، سکورداتورو در واقع کوکش بکنیم، کوک تغییر یافته براش بیاریم که یک مقام مشخص کاملا نغماتش روی این ساز موجود بشه، این رو بهش میگفتن شد. یعنی وقتی که ساز اود کوک میشده به شد مطلق نوا، شما میتونستید که روی اود صرف با تماس دستباز هر کدوم از این سیم‌های اود مقام نوا رو بزنید، نغماتش رو. لازم نبوده که با انگشت دست چپتون پرده ها رو بگیرید. و این کار رو چرا میکردن؟ چون که من این کار رو امتحان کردم و چیزی که دستم اومد اینه که رزونانس و کلا آکوستیک متفاوتی ایجاد میکنه. تنین نغمات بیشتر میشه. اینجوری نیست که اصلا انگشت گذاری نشه روی دسته اود و مثلا نگیریم پرده ها رو. نه، میگیریم، منتها یک مقداری دشوارتر میشه نوازندگی، درسته، باید پوزیشن های جدید یاد بگیریم، اما عوضش رزونانس خیلی بالاتری میگیریم. همه نغمه ها انگار که یک واخوانی دارن تو سیم های بالاتر. و این کار رو میگفتن شد. و این اصطلاح شد حتی اواخر صفویه که مثلا کانتمیر توی استانبول توی عثمانی رسالش نوشته، اونجا دوباره میاد میگه که 4 تا شد داشتن در دوره‌های قدیم، مثلا 100 سال قبل خود کانتمیر هم 300 سال قبل از الان زنده بوده. میگه که مثلا شد الیهودان، شد المختلف، شد الذی الخمس، شد الاصل. 4 تا شدی که مال ساز احتمالاً تنبور بودن که این خودش میزده کانتمیر، که اینها هر کدومشون یک حالت انتقالی بودن، یک حالتی از کوک ساز بودن که مثلا شد مختلف کاری که میکرده اینه که مثلا به جای اینکه راست رو روی فا بزنید روی سل میزنید، یا مثلا شد زلخمس به جای اینکه راست رو روی فا بزنید 5 تا میبرید بالاتر روی دو میزنید و کوک ساز هم باید عوض بشه طبیعتا. پس شد یک مفهوم کاملا مشخصی داره، هم تو دوره تیموری که مراغی زیسته، هم توی دوره صفوی که مقارنش کانتمیر توی عثمانی زیسته. پس چرا به معنی زنجیره مدار ما این رو میبینیم توی اون برخی رسالاتمون؟ دلیلش رو تقریبا میتونیم که پیدا بکنیم توی این رساله‌ای که اسمش توضیح الالحان هست. دوباره اومده درباره شدود برای سازهایی مثل چنگ و قانون و اینجور چیزها، آلات مطلق در واقع بحث کرده. گفته که هر آهنگ که ساز کنند آن شد را به نام همان آهنگ خوانند، همون مطلب مراغی. مثلا اگر قانون رو یا چنگ رو اشاق ساز کنند شد اشاق گویند. و این یعنی اینکه مثلا خب طبیعتا دیگه ما تو سنتور هم داریم، اگر سنتور رو کوک میکنیم به ماهور، این دیگه کوکش ماهوره، خیلی بحث روشنیه، ولی این رو میگفتن شد کردن. خب توضیحات بیشتر درباره این که این کوک های آلات مطلق چجوری بودن و ماجراشون چی بوده رو ما توی یک متن عثمانی میبینیم که گفتم اصل فارسیش از بین رفته ولی ترجمه درویش حریری رو داریم. اینجا یه تیکش یک فصلیش اومده میگه که اگر خواهی در چنگ یا قانون یا مغنی هم یک نوعی قانون بوده انگار، انواع مقام ها را کوک کنی. اصطلاحی که به کار برده دوزسین، اصطلاحی که کانتمیر هم به کار برده بود. توی اسلاید قبلی من توجه رو جلب نکردم بهش، برمیگردم عقب‌تر. اگر دقت بکنید اینجا میگه که این شد یهودان رو اگر میخوای که ساز دوزنی، دوزن همون فعل کلمه ترکی معادل شد هست یعنی کوک. اینجا هم میبینیم که معادل شد به ترکی کلمه
دوزن یا دوزن اینجا به کار رفته و داره میگه که اگر میخوای که این سازها رو مثلا کوک بکنی، اول باید مقام راست رو کوک بکنی روشون، سازهای چنگ و قانون این شکلی رو. وقتی که راست کوکش کردی، این همه مقام معلومت میشن، یعنی میتونی که راست بزنی روش، عراق بزنی، دوگاه، سهگاه، چهارگاه، پنجگاه، سلمک، نوروز رومی، حسینی و الی آخر، گردانی محیر. و میگه که بعضیاشون رو باید با انگشتت رو فشار بدی روی سیم که مثلا اون میکروتونال هاشون، نغمات میکروتونالشون حاصل بشه، با تکنیک گرفت که قانون این کار رو میکردن. و بعضیاشون هم مثلا لازم نیست، مثلا فقط بعضیاشون لازمه که چهارگاه و پنجگاه و سلمک و حصار و حصارک رو لازمه که انگشتت رو فشار بدی به سیم که اون نغمه های لازم اینها حاصل بشه. بقیهشون مثلا خود راست دیگه کاملا حاضر روی ساز شما. به همین روال موارد دیگری رو هم توضیح میده. میگه اگر خواهی یک مقام دیگر کوک کنی، پرده چهارگاه رو، یعنی درجه چهارم راست رو نیم پرده تیزترش بکن، بکش، میشه حجاز. و بعدش داخل این کوک میتونی که حجاز بزنی، مقام حجاز بزنی، میتونی مقام عزال بزنی، نهفت بزنی، ترکی حجاز بزنی، بحر نازک بزنی، راحات الالواح بزنی. همه مقام هایی که در اون دوره ساختار نغمگیشون منطبق هست با کوک حجاز، همون فواصل رو دارن. فکر کنم روشن هست دیگه. پس ماجرای شد کوک کردن ساز با این مدها، زنجیره مدال چی هست؟ آره فکر کنم که واضح هست. یعنی اینکه شما وقتی که سازتون رو کوک میکنید، مخصوصا سازایی مثل سنتور، قانون، چنگ یا مغنی، دیگه شما اختیار این رو ندارید که مثلا وسط ماهور در یک کوک عادی برید چهارگاه بزنید روی مثلا ر، ماهور 2 بزنید چهارگاه ر بزنید. نه دیگه نمیشه، محدودیت دارید. و این محدودیت شد یا کوک هستش که به شما تحمیل میکنه خودش رو و شما مجبورید که در انتخاب مدگردی هاتون به یک مجموعه خاص بسنده بکنید، همون مجموعه چند مدی. اینجا مثلا تصویر چنگ رو داریم در همین رساله. میبینید هر کدوم از پرده ها رو یک اسمی داده. از زیرترینش مثلا محیر، بگیم ر، دو، سی الی آخر، راست همین وسط ها هست. وقتی که پرده چهارم رو مثلا تیز میکنیم، گفتیم دیگه اون میشه پرده حجاز و بعدش یک سری از مدها قابل حصول میشن. یا پرده راست رو اگر تیز بکنیم میشه کوک زنگوله و بعد دوباره یک سری از مدها قابل حصول میشن. ببینید چرا درباره ساز قانون من دارم صحبت میکنم ولی نه مثلا تار و ستار. توی این رساله غیر شهری که درباره ساز قانون و چنگ و اینها داره توضیح میده، اومده 12 مورد کوک، 11 مورد کوک رو اینجوری مطرح کرده. ولی شدودی که ما دیدیم اونجا توی رسالات فارسی 4 تا بودن. شما وقتی که در سازهایی مثل تار و ستار تعداد سیمهاتون کمتر هست، دستتون بازتر هست، اما باز هم اینجوری نیست که شما در هر کوکی بتونید که همه مقام ها رو بزنید. ممکنه که یک کوک به شما اجازه بده که 4 تا مقام ها رو با خانوادهشون بزنید. مثلا ممکنه که شما کوکتون، واخانتون مثلا ر داشته باشه، اونجا دیگه شما نمیتونید راحت برید سراغ چهارگاه 2، مجبورید که مثلا چهارگاه سل بزنید. یا ممکنه که مثلا کوکتون 2 و سل و 2 باشه، مثلا کوک ماهور باشه، اونجا هم شما نمیتونید باز مثلا راحت دشتی بزنید، صدای اون واخوان 2 هی خودش رو اعمال میکنه. پس اونجا هم این هست قضیه. همونجور که دیدیم توی عود هم باز دوباره براشون مطرح بوده که مثلا وقتی که عود رو کوک میکنن به پرده های نوا یا پرده های مختلف مقام ها، دیگه واخوان خودش رو توی هر سیم از عود یه جورایی تحمیل میکنه. حالا بیشتر هم دوباره در این مورد بحث خواهیم کرد، ولی چیزی که مشخصه و فکر میکنم واضح هست اینه که یک ارتباط طولی بین شدها یعنی کوکها و جمع مدهای قابل اجرا در هر کدوم از اون شدها قابل تشخیص هست. دیگه رساله غیر شهری برای ما واضح میکنه قضیه رو و ما میتونیم ببینیم که مثلا کوک راست
اجازه این مدها رو میده. کوک حجاز اجازه این یکی مدها رو میده. خب پس این مشخص شد برای ما، ارتباط طولی ظاهراً قابل تشخیص هست. حالا میایم سوال دومی که مطرح کردیم، بستر اجرایی این زنجیرهای مدار کجاست؟ چون الان رساله عثمانی رو دیدیم، دوباره بیایم یه رساله عثمانی هم عصر با اون، یک مطالب خیلی جالبی درباره سویت اون دوره عثمانی، یعنی نوبت اون دوره عثمانی برای ما آورده. این نوبتیه که سازنده یعنی نوازنده قراره که اجرا بکنه. میگه اگر سازنده است، اول ساز خود را باید بیکم و کاست کوک کند. همون اصطلاح دوزمک گرک، یعنی ساز شد کردن رو به کار برده. سپس یک مقام نماید، سپس در آن مقام اینجاش دیگه موزون میشه، پیشرو زند، تصنیف اجرا کند، دایره زند یا یک نغمه اجرا کند، موزون میشه و نهایتا دوباره نواخت. میدونیم که نواخت باز هم غیر موزون بوده، نواخت زند و تمام کند. این نوبت متعلق به سازنده های ولایت روم یعنی عثمانی است. عثمانی ها اینجوری میزدن سازشون رو اون دوره. پس اول این سویت هستش که این کوک کردن و شد کردن و بعد مقام نمودن متر آزاد اتفاق میافتاده. توی همین رساله خضر بن عبدالله یک مطالبی هم به واسطه غیر معلومی نقل کرده از عبدالمومن یعنی صفی‌الدین ارموی که ما نمیدونیم از کجا آورده این مطلب رو، اما به هر حال جالب هست. میگه که چیزی که عبدالمومن گفته اینه که اگر سازنده هست، طرف یعنی نوازنده هست، اول باید سازش رو کوک بکنه، بازم همون اصطلاح رو به کار برده، و سپس طبق قواعد ساز خود سیرها بکنن. بازم یک کلیدی هست، عبارت کلیدی. یعنی چی طبق قواعد ساز خود؟ بله، بخشش اینه که خب شما توی ساز قانون یه سری فرازها، یه سری تکنیک ها دارید، یه سری آرپش ها، پاساژ ها و اینجور چیزها رو میتونید اجرا بکنید، یا توی اود یه چیزای دیگه. اما چیزی که دیدیم این بود که وقتی که صحبت سیر میشه و کوک هم اینجا مطرح کرده، این هستش که خب توی یک ساز در یک کوک مشخص چیزی که دیدیم اینه که تعداد محدودی از مقام ها قابل اجرا هست. مگر اینکه خب گفتیم دیگه شما مراغی باشید، عبدالقادر مراغی باشید و بتونید که هر کاری بکنید روی سازتون. حالا بیایم یکم جلوتر، ما از دوره صفوی هم یک اشاره جالبی داریم درباره خود شد که این کجا اجرا می شده، بستر اجرایش چی بوده. خیلی اشاره مختصری هست در کتاب رفیق التوفیق که اواخر صفوی نوشته شده سال 1104. اینجا میگه شد یک حاشیه برگ نسخه خطی نوشته این رو، ابتدای ساز و آواز را گویند. دیگه اینجا این رفع ابهام میکنه برای ما، اون حدس ویلیام سمیت رو رد میکنه که اینها تصنیف بودن دونه به دونه اجرا میشدن. نه، ابتدای ساز و آواز که همیشه هم قسمت بداهه‌گونه یا آوازگونه یا متر آزاد ما هست. اینو چرا میگم همیشه؟ باز میایم سراغ عثمانی ها. کانتمیر توی دیار عثمانی مقارن با اواخر صفوی یک فصلی نوشته، یک قسمتی از رسالش رو نوشته که این سویت ها چجوری هستن. فصل خواننده و سازنده معا، یعنی خواننده و سازنده چجوری با هم یک سویت کنسرت اجرا میکنن. اینجا میگه که اول ابتدا سازنده شروع به تقسیم میکنه، همون ابتدایی هستش که اینجا هم دیدیم شد ابتدای ساز و آواز باشد. این تقسیم در موسیقی عثمانی یعنی بداهه نوازی متر آزاد غیر موضوع. بعد از آنه که یک یا دو پیشرو مثل پیش درآمد اجرا میکنن، سکوت میکنن، بعد خواننده میاد وسط و خواننده هم با تقسیم باز میاد وسط، باز یک متر آزاد غزلی چیزی میخونه و بعد تصنیف ها بسته، نقش، کار، سماعی میخونه و بعد سکوت میکنه. دوباره سازنده ها میان یک قطعه 6 ضربی میزنن مثل رنگ خودمون و بعد تموم میکنن و بعد صرفا پرده های آهنگ رو انگار واخون ها رو میگیرن، خواننده یه تقسیم دیگه میخونه و تموم میشه. حالا اینجا کانتمیر یه جای دیگه کتابش یک اشاره خیلی مهمی دیگه هم داره، اینم یک پاراگراف خیلی معروف هست. میگه که خوانندگان و سازندگان دیار پارس، منظورش از دیار پارس استان فارس نیست. کانتمیر چون خودش رومانیایی بوده، اروپا تحصیل کرده، اینها منظورشون از دیار پارس کل ایران هست. خوانندگان و سازندگان دیار پارس نغمه تقسیم را، همین بخش بداهه رو، به شکل پیشرو بستند. منظورش چیه؟ میگه که قسمت بداهه و متر آزاد نزد خواننده ها و سازنده های ایران
قالبدار بوده، از پیش اینها انگار آهنگسازی شده. دقیقاً چیزی مثل ردیف رو به ما یادآور میکنه. میگه که تقسیم هر مقام رو ترکیب به ترکیب، یعنی جمله به جمله به شاگردان خود تعلیم میدن. و میبینیم که همون چیزی که در ایران به اسم شد اونجا مثلا مطرح شده، ابتدای ساز و آوازه، یک زنجیره‌ای از نوت‌هاست، توی عثمانی هم یک ناظر عثمانی این رو دیده و کانتمیر گفته که اینها انگار که ترتیبشون مشخصه که چی یاد میدن، ترکیب به ترکیب، جمله به جمله اینها رو به نوازنده هاشون یاد میدن، خواننده هاشون، اساتیدشون. و بعدش حالا دیگه من اینجا نیاوردم ادامه این پاراگراف رو، میگه که عثمانیان این روش رو دوست ندارن، دوست دارن که تقسیم هر لحظه مال اون لحظه باشه، هر شخصی که اون تقسیم رو بداهه نوازی رو اجرا میکنه همون لحظه ترکیب‌های مدال رو خودش ایجاد بکنه. بنابراین به نظر میاد که شد و سیر جمعی از مودهای قابل حصول از یک کوک در ابتدای یک نوبت اجرایی بوده، در ابتدای ساز و آواز و قبل از تصانیف موزون، قبل از قسمت موزون. یعنی باز هم چیزی که امروز از سنت قاجاری میشناسیم، این پدیده دستگاه. عملا میبینیم که شد هم مثل دستگاه قسمت ابتدای یک نوبت اجرایی بوده، قسمت ناموزون. و حالا چرا خراسان؟ این سوال سومی بود که به ذهنمون رسیده بود. چرا خراسان اینها دیده شدن اولین بار تو اون رساله شاه محمد؟ ما میدونیم که موسیقی غیر موزون رو بهش میگفتن نثر نغمات، که مثلا مراغی میگه که قرا، خواننده های قرآن، حافظها و خطبا به آن ترنم کنن، و عرب ها نشید میگن بهش، موسیقی مترازادشون رو، و عجم هم غزل میگن. این رو بهش میگفتن خوانندگی. در عوض اونی که نظم نغمات بوده، یعنی قسمت موزون و متریک موسیقی بوده، اون رو بهش میگفتن گویندگی. برای همینه که بعضی متون به خود عبدالقادر مراغی نوشتن خواجه عبدالقادر گوینده، بیشتر تصنیف میخونده انگار. ما توی دوره صفوی هم اوایل دوره شاه عباس میرصدرالدین محمد قزوینی رو داریم که یک بخش از رساله خودش آورده در بیان تلحین و خوشخوانی. اونجا باز همین کلمات رو استفاده کرده، گفته که هر چند نثرخوانی داخل تلحین نیست، کلا خارج از تلحینه، به خاطر اینکه موزون نیست، چون لحن رو اینها انگار که موزون و متریک در نظر میگیرن. به جهت آنکه موزون بودن یعنی با اصول بودن، جز مفهوم اوست، یعنی نثرخوانی نداره اصول، یعنی اصولهای ایقاعی و متر. اما در این فصل به طفیل مذکور می شود، در اون رساله مذکور کرده. و خوانندگی یعنی این نثرخوانی بر دو قسم است، عربی و فارسی. بازم میگه عربی رو نشید نام است مثل مراغی، و فارسی به چندین اسم معروف است، دو بیت خوانی، غزل خوانی مثل مراغی، و در قدیم این قسم را خسروانی میگفتند. بازم یک اشاره خیلی جالبی هست. خب خسروانی تداعیگر خیلی افسانه های باربدی و اینجور چیزها هست که انگار که موسیقی اون دوره رو هم در دوره صفوی تصور میکردن که غیر موزون بوده. خب حالا چرا خراسان؟ یک زاویه دیگری رو هم ما بیایم نگاه بکنیم به خراسان. موسیقی خراسان، موسیقی دوره اواخر تیموری، همون سلطان حسین بایقرا که حاکم بوده در خراسان، یک شخص دیگری به نام واصفی در کتاب بدایع الوقایعش باز یک سری روایت‌های خیلی جالبی آورده. چون خودش خواننده بوده برای ما جالب هست این داستانی که اینجا آورده. یکی از دوستان که همواره در صدد اشتهار حیثیات این فقیر و در مقام اظهار قابلیات این فقیر بود، گفت که فلانی علم موسیقی را خوب می‌داند و غزل را در نهایت مرغوبی میخواند. همون خوانندگی و غزل رو داره اشاره میکنه که واصفی خوب غزل خوان بوده. حضار مجلس که این شنیدند مبالغه از حد درگذرانیدند و نایی را فرمودند که نی را ساز کرد. چون جوان نایی فصلی نواخت، فصل یعنی سویتی نواخت، به این کمینه پرداخت و گفت چرا نمیخوانید و فقیران را مستفید نمیگردانید. حال و هوای این مجلسی که اینجا اومده خیلی آشنا هست برای ما. یک نفر نایی میشینه یک سویتی میزنه، یک بداهه‌ای میزنه، شاید یک پیش درآمدی میزنه، بعد که تموم میشه خواننده میگه که خب حالا شما بیا.
ولی دیگه اینجا خواننده ما تصنیف نمیخونه، واصفی غزل میخونه فقط. اشاره ای نشده توی این داستان اینجا نقل شده که آخر این مجلس به تصنیف ختم شد، به غزل انگار که ختم شده صرفاً. با این غزل عشاق راز ساز تو حال دیگر شود، چون نیبری به سوی دهان نیشکر شود. یا یک اشاره جالب دیگری داریم از میرزا حیدر دولات که تقریباً 50 سال بعد از دوره واصفی متنش رو نوشته، ولی میشناخته خواننده های هرات رو. نوشته که مثلا حافظ بصیر کسی مثل او قبلا نبوده، خواننده خیلی قدری بوده، چنان استماع افتاده است که در فصل بهاری در باغچه‌ای شعر می‌خواند، طیور مثل بلبل و فاخته و سعود بر گرد او جمع شدند، در سر و کتف او نشسته و حافظ حسن علی شاگرد وی است. آواز زیری داشت، در غایت لطافت، پر ترکیب و پر تحریر می‌خواند. اینها باز هم اشارات کلیدی هستند. این خواننده‌های خراسانی، حافظ بصیری که حافظ قرآن هم بوده و خواننده بوده، مثلا آواز زیری داشته و تحریر زیاد میزده، اینها برای ما آشنا هستن، تداعی‌های آشنایی هستن. پس چرا خراسان؟ انگار که این موسیقی غیر متریک توی خراسان خیلی مرکزیت داشته. یا بریم ادامه بیشتر، مثلا زهری اصفهانی حدود 100 سال، آره دیگه 100 سال بعدتر از این میرزا حیدر زندگی میکرده، نیمه 111 هجری، توی هند نوشته رسالش رو. یک فصل از رسالش خیلی جالبه، به ما میگه که اهل خراسان خاصه مردم باخرز نثر را به غایت خوب میخوانند. منظورش همون موسیقی غیر متریک است. آنچه ایشان ذاتی دارند اگر طایفه دیگری کسب کنند در یک عمر طبیعی نتوانند ربع او را کسب کرد. یعنی خواننده های خراسان در اون دوره خیلی خوب بودند و طفل ایشان در مهد به نغمه گریه میکنه و تمام اهل تصرفند. چنانچه ترکیب های خوب، بازم این ترکیب رو اینجا میبینیم، اختراعهای بجا و تحریرات نمره، باز این تحریر کلید واژه است اینجا، به کنجکاوی های لطیف غیر مکرر. این غیر مکررش هم باز کلید واژه است. یاد این جمله های نورعلی برومند میندازه منو که هی میگفت که آواز بلبل که خودش رو تکرار نمیکنه سرمنشأ آواز ایرانی بوده. و اهل عراق یعنی غرب ایران، اینها میگفتن خراسان شرق ایرانه، عراق کلا غرب ایران، منظورشون کشور عراق نیست. در خوانندگی نظم بسیار ماهرند، یعنی موسیقی موزون رو در غرب ایران ماهر بودن. خاصه مردم قزوین، جمله صاحب نظم، همون نظم نغمات، و نطق و ضرب موافق دارند. ضرب هم اینجا دیگه تاییدش کرده منظورش چیه. و آنچه میخوانند رعایت اصول بسیار میکنن، اصول ایقاعی، همون مترها. و یکی یکی ایشان در نثرخوانی هم خوب میافتد، یعنی توی نثرخوانی یعنی موسیقی غیر متریک هم خوب بودن قزوینی‌ها. و حالا ادامهش هم جالب، میگه که اهل اصفهان در علمی این فن بسیار ماهرند، علمش رو خوب میدونن و در نظم و نثرش به حد وسطند. و اهل فارس ترس‌های مصولی و نوا و نهاوندک و ناله‌های دوگاه و رکب و مانند آن را خوب ورزیدند و شیران را نیز خوب میدانند و ماهرند. تعریف کرده کلی ازشون، اما آخرش در نثرخوانی بی‌وقوفند. این رو یکی دوست بزرگوار من پویا محبی هم تا حدودی میگفت که شاید مثلا با مطرب‌های شیراز این متناسب باشه، اینکه زیاد مترآزاد نمی‌خونن، بیشتر تصنیف می‌کنن. و مردم ماوراءالنهر در گویندگی بسیار خوبند. ما اصلا امروز در سنت موسیقی ماوراءالنهر که میگیم 6 مقام ماوراءالنهر، 6 مقام تاجیک، 6 مقام ازبک، به طور کلی تا جایی که من میدونم چندان مرسوم نیست که متر آزاد بخونن. کلا از اول تا آخرش موزون متریک توی اصولهای خاص هست. و نوشته بعضی در خوانندگی نیز خوب میافتند. اما خب برای زهری اصفهانی که خودش اصفهانی بوده، خراسان مرکز موسیقی نثر نغمات و موسیقی با تحریر بوده، موسیقی غیر موزون. این مطلب رو یک منبع دیگر هم تایید میکنن، دیگه کاملا میتونیم مطمئن بشیم. مثلا اسکندربگ منشی، اسکندربگ ترکمان که چیز بوده، دوره شاه عباس زندگی میکرده، تاریخ نوشته، میگه که مثلا حافظ احمد قزوینی که دوره شاه اسماعیل دوم زندگی میکرده، در گویندگی تاق و در پیچش آواز و نمک خوانندگی شهرک آفاق بود. خوانندگی هم میکرده و قزوینی بوده. بازم میبینیم اینجا هم دیده بودیم که مردم قزوین هم نظم خوب میکنن هم نثر. اینجا هم میگه که
هم در گویندگی یعنی نظم و هم در خوانندگی خوب بوده کارش. اینجا یک کلید واژه نمک هم جالبه، چون مراغی میگه که تحریرات مثل نمک هستند که نباید زیاد استفاده بشن. و بعد مثلا توی همین متن عالم‌آرای عباسی اسکندربگ میگه که قرارداد خاطرهاست که خوانندگی مخصوص اهل خراسان و گویندگی مخصوص اهل عراق است. اما حافظ مظفر قمی اگرچه از اهل عراق بود، یعنی قمی بود، اما به روش خراسان خوانندگی کردی و الحق در این شیوه در عراق طاق بودی. خب اینجا مشخصا ما می‌بینیم که دوره شاه عباس یک تلفیقی داره اتفاق میفته. انگار خواننده هایی که از غرب ایرانن، بیشتر تصنیف خونن، شروع میکنن به متر آزاد و غزل خونی انگار. یا خواننده هایی که مثلا حافظ جلاجل از خراسان بوده ولی تصنیف خون خوبی هم بوده. پس به نظر میاد که در دوره صفوی سنت موسیقی غیر موزون و خوانندگی به نثر نغمات بیشتر مخصوص اهل خراسان بوده و بنابراین شاید تصادفی نیست که اون شاه محمد خواننده در توضیح این 4 تا مجموعه چند مدی خودش میگه که اگر راست خوانند فلان فلان را سیر میکنند. خودش خواننده بوده و خودش مترآزاد بیشتر انگار که میخونده. پس این رو هم یک تصویری ازش داریم که چرا خراسان احتمالاً اینها شکل گرفتن اولین بار. ولی خب دوره شاه عباس یا تقریباً اوایل دوره شاه عباس توی قزوین یک فیوژنی اتفاق افتاده انگار. و بعدش وارد بحث آخر امروزمون میشیم که یک مقداری فنی‌تر هست. یکی از اولین متونی که کلمه دستگاه توش ظاهر میشه رساله‌ایه که باز دیدیمش قبلا، رساله در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او که آقای پورجوادی این رو تصحیح کردن قبلا سالها پیش. و توی این رساله، بخشی از این رساله، ما اشارات خیلی گذرا و خیلی غیر مستقیم و ناواضحی داریم به کلمه دستگاه صرفا. مثلا یه جاش میاد میگه که و نیریز نغمه ایست صاحب دستگاه و نمود. یا مثلا روی عراق و مغلوب هر دو نغمه نمودی است بی دستگاه. یا عراق مشابه که یک گوشه‌ای بوده، نغمه ایست صاحب دستگاه که مصنفان تصانیف مرغوب و مطلوب را در او بسته‌اند. انگار که وقتی که دستگاه دار شد مصنفان هم تونستن کاری بکنن. یا مثلا محسنی نغمه ایست صاحب دستگاه که اکثر مصنفان ترک ورساقی‌های دلفریب در او ساختند. نفیر دم خالی از دستگاهی نیست، بزرگ خالی از دستگاه است. سپهر هندی دستگاه چندانی ندارد، کوچک مقامی است بی دستگاه. چیزی که می‌بینیم اینه که در این متن دستگاه خیلی باز استفاده شده، کلمه خیلی آزادانه استفاده شده و اینجوری انگار دارن می‌بینن که چیزایی که دستگاه دارن، صاحب دستگاهن، انگار کارگان دارن، تصانیف خوب آفریده میشه توشون، ولی بعضی چیزا خالی از دستگاه نیستن، نسبی هست، انگار یک پیوستاری از دستگاهمند بودن در ذهنشون هست. یه چیزایی هستش که دستگاه چندانی ندارن، یا مثلا این ستا بی دستگاه یا خالی از دستگاه هستن. خب اینها به ما نشون میده که کلمه دستگاه در این دوره اول صفویه یه جورایی شلتر داره استفاده میشه. اما میایم دوباره آخر های صفویه، یک رساله دیگری هم داریم، البته اسمش یه چیز دیگه است، رساله در بیان موسیقی، رساله موسیقی هست اسمش، اینجا اسمش اشتباه افتاده. باز اونجا یک اشاره‌ای می‌بینیم به کلمه دستگاه که مبهمه. اول میاد توی این رساله 6 تا تصنیف رو میگه که در 6 مورد از مقام‌ها داریم. متنشون رو آورده شعرشون که اینجا من نیاوردم. یکیشون توی حسینیه، یکی اسمش معلوم نیست، عنوانش مشخص نیست. این یکی در راست، اشاق، عراق و حجاز هست. و بعدش یک توضیح خیلی جالبی میده. میگه که حالا بباید دانست که 6 مقام است که هر کدام نیم پرده است و در اینجا صوتی نمیتوان بست یا نقشی، زیرا که دستگاه ندارد. و اما در شعبه ها نقش بستند که هرگاه اینها به تحریر درآید اون مقام ها هم نمایان می شود. یعنی چی؟ یعنی میگه که 6 مورد از مقام ها یه جوری بودن که خودشون رو نمیتونستیم تصنیف کاری بکنیم، باید بیایم شعبه های اون مقام ها رو تصنیف بسازیم که خود اون مقام هم یه جوری داخلش ظاهر بشه. ولی اینکه نیم پرده است
دستگاه ندارد اشاره کلیدی هست برای فهم معنی دستگاه از نظر فنی. حالا در ادامه این رساله باز می‌بینیم که حالا باید دانست که چند شعبه دیگر بود که باعث به نوشتن آن نبود. چرا؟ که هر کدام باز نیم پرده است و در آنها چیزی نمیتوان بست. انگار داره میگه که مقام‌ها یا مدهایی داریم که نیم پرده هستن. منظورش از نیم پرده هستن چیه؟ و چون نیم پرده هستن نمیتونیم داخلشون تصنیف بسازیم. خب خیلی اشاره جالبی هست. خوشبختانه ما از یک زاویه دیگر میتونیم با این قضیه مواجه بشیم. ما میدونیم که وقتی که اینا میگن تصنیف داره یا نداره یک مقامی، منظورشون چی هست؟ چون که رپرتوار اون دوره رو از یک اشاراتی میتونیم بفهمیم. مثلا میرصدرتی محمد قزوینی همون اوایل دوره شاه عباس تقریبا اومده گفته که رپرتوار اون دوره، کارگان موسیقی اون دوره رو کدوم آهنگسازها، آثار کدوم آهنگسازها تشکیل داده. مثلا میگه صفی‌الدین علموی کلی توضیح، خواجه عبدالقادر مراغی با کلی توضیح و جمعی مصنفان مشهور مثل استاد علی ستایی، استاد قطب نایی، حافظ ادواری قزوینی، خواجه رضوانشاه تبریزی، ملا شمس رومی. جالب رومی بوده ولی تصنیفاش توی ایران خونده میشده. ملا محمود تاقی دوز سمرقندی، غلام شادی، استاد کارمال تبریزی، فلان و فلان. اینها مردم از ایشان پیشروها، یعنی پیش درآمدها، مثل اول قطعه موضوع ابتدایی و کارها و دیگر تصنیفها بر زبان دارند و در همه جا میخوانند. خب دیگه مشخصه دیگه رپرتوار این دوره رو الان ما میدونیم که از کدوم آهنگسازها بود. درسته که ما از اون دوره از ایران دفتر تصنیفی نداریم که یک خواننده ایرانی این متن تصنیف‌ها رو با مقامشون نوشته باشه، اما یک کمی قبلتر توی عثمانی داریم. کلی دفتر تصنیف عثمانی داریم، حدود 10 تا، که متن تصانیف همین آدما رو برای ما نوشته. مثلا علی ستایی در دوگاه به اصول سه ضرب، تو ریتم سه ضرب که یه چیز خیلی طولانی بوده، شعر عربی، ولی میدونیم مقامش دوگاه بوده. و این دفتر تصنیف ها توشون خیلی تصنیف ها هست. مثلا از همین شمس رومی که الان دیدیم، مثلا در مقام حجاز تصنیفش هست عربی، یا تصنیف از خواجه عبدالقادر معروف پریشانم چو زلفت حالم این است، در عزال بوده این هم. و این صدها تصنیفی که تو این دفتر تصنیف ها هست به ما اجازه میدن که ما نگاه دقیق تری داشته باشیم به اینکه کدوم مدها بیشترین سهم از رپرتوار رو دارند و نگاه بکنیم به این رسالاتمون، مثلا تقسیم النغمات یا همون ادوار غیرشهری، که ببینیم این مدها نیم پرده دارن توی ساختارشون یا نه. و یک ارتباط معنیداری اینجا میبینیم. مقام هایی که نیم پرده ندارند سهم بیشتری از رپرتوار رو دارند، مثلا 40 تا بیشتر تصنیف دارن. اونهایی که نیم پرده دارن خیلی کمتر تعداد تصنیفاشون. یعنی یک ارتباط مستقیمی کاملا دیگه واضح هست. ساختار مدال و ساختار نغمگی هر کدوم از این مدها مشخص میکنه که تعیین میکنه که این چقدر رپرتوار داشته باشه. اونایی که ساختارشون ساده تر هست انگار دیگه نیم پرده توشون نیست، کلا دیاتونیک وار هستند، هرچند با پرده های زلزلی و اینجور چیزها، اینها سهم بیشتری از رپرتوار رو دارن تا اونهایی که هرچند مقام هستن اما خب نیم پرده دارن. از طرف دیگه وقتی که ما میایم نگاه میکنیم به خود اون 8 دستگاه، دوگاه، حسینی، عجم، عزال و اینها، و تعریف هاشون رو نگاه میکنیم ببینیم کدومشون نیم پرده دارن کدومشون ندارن، میبینیم که اکثرشون ندارن نیم پرده و برای همین هم دستگاه شدنشون کاملا قابل پیش بینی بود. تصنیف هایی که توی مثلا مجموعه بادلیان شماره 127 128 آکسفورد میبینیم که خیلی زیاده تصنیف هاشون، 48 تا 52 تا 33 تا 53 تا 31 تا، بعضن کمه، حالا طبیعتا استثناهایی هم باید قائل باشیم، اما مثلا توی این کم ها هم بعضن باز معنی داره. عجم چون نیم پرده داره کمتره تصنیفاش، عزال به رغم اینکه نیم پرده داره زیادم کم نیست تصنیفاش. پس یک ارتباطی داره واقعا تعداد تصنیف ها با نیم پرده ها که ساختار نغمگی انگار که خودش رو داره یه جوری اعمال میکنه که من مقام مد دستگاهمندی هستم یا نه. و این خیلی مهمه برای ما به خاطر اینکه نشون میده که
باز هم یک جورایی خود مد هست که به ما میگه که دستگاه داره یا نه. یعنی کسی تحمیل نکرده بهش که دستگاه داشته باشه یا نه، یک چیز ارگانیکی خود به خود انگار که حاصل شده برای ما. خب نهایتاً ما برای امروزمون فکر میکنم که به حد کافی وارد مباحث مقدماتی شدیم و تقریبا یک تصویر اولیه‌ای از این که دستگاه کجا شکل گرفت، چرا شکل گرفت و چجوری شکل گرفته داشته باشیم الان. هرچند میدونم که سوالاتی هم هنوز باقی مونده. اولین نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که کوک های سازها قطعا نقش داشتن در اینکه جمع محدودی از مدها رو برای نوازنده ها فراهم بکنن در یک مجلس، در یک اجرا. مثلا گفتیم قانون و سنتور و چنگ و اینجور چیزها خیلی مشخص‌تر واضحه که این چیه جریانشون، اما حتی در سازی مثل تنبورها، مثلا ستار و دوتار هم این یه جورایی خودش رو اعمال میکنه. چون سیم‌ها محدودتر هستن، بیشتر قضیه واخوان هست که توی بعضی از گروه مقام‌ها ما واخوان‌هایی داریم که اجازه ظهور خوب کلیت دستگاه‌های دیگر رو نمیدن. گفتم مثلا شما توی کوک شور مثلا سیم بم فا باشه، نمیتونید راحت چهارگاه دو بزنید، چون اون فا خودش رو هی نشون میده، یه تمایلات دیگری پیدا میشه به سمت مثلا اصفهان یا چیزای دیگه. یا توی ماهور هم همینطور، مثلا با کوک شور نمیتونید راحت ماهور دو بزنید. قدیما هم اینجوری بوده، کوک شور ماهور فا انگار میزدن. خب این پس یک طرف جریان هست، بیشتر هم جلسات بعدی باز سراغش خواهیم رفت. دومین قضیه این بود که خب چنین چیزی که جوری که دیدیم توی این زنجیره های مدال توی کنسرت های صفوی و عثمانی از همون قدیم توی ابتدای سویت اجرا می شدن. یعنی قسمت بخش وزن آزاد سویت، شد ابتدای ساز و آواز بوده. این سیر نغمه ها طبق قواعد سازها ابتدای سویت بوده، قبل از تصانیف موزونمون بودن و بنابراین این پدیده شد و احتمالاً دستگاه‌های صفوی هم مثل دستگاه‌های قاجاری یک پدیده بیشتر وزن آزاد بودن که منتهی می‌شدن به تصانیف. ظاهراً اهالی خراسان در خوانندگی به نثر نغمات، یعنی این موسیقی وزن آزاد، بیشتر مشهور بودن، مهارت بیشتری داشتن تو دوره صفوی. اما دقیقاً همون دوره‌ای که ما می‌بینیم برخی خوانندگانی هستن که هم غزل خوانی می‌کنن هم تصنیف خوانی می‌کنن، همون دوره‌ای هستش که ما می‌بینیم که 4 تا شد تبدیل شد به 8 تا مجموعه چند مالی تو رساله رمزی طباطبایی. یعنی یک انگار که یک تحولی تو دوره شاه عباس یا کمی قبلترش شکل یافته و بعدش ارتباط معناداری هم دیدیم بین ساختار نغمگی مقام‌ها و دستگاهمندی یا رپرتوار داشتن اونها. حتی قبل از اینکه اصلا کلمه دستگاه دیده بشه، خب مراغی و اینها که کلمه دستگاه رو نگفتن هیچ کدومشون به ما. علی ستایی خیلی قدیمیه، 700 سال قبل زندگی کرده، اما همین تصانیفش اینها رو که نگاه میکنیم به نوعی که توی این دفتر تصنیف‌های عثمانی بازتاب پیدا کردن، می‌بینیم که انگار تلویحاً دستگاه خودش رو از خیلی قدیم ها اعمال میکرده در رپرتوار. چیزایی که مقام‌هایی که مدهایی که ساختار نغمگیشون به نوعی ساده تر بوده، استریت فوروارد تر بوده اصطلاحاً، اینها رپرتوار بیشتری داشتن و بنابراین میتونستن که مدهای دیگری رو هم به خودشون جلب کنن، مدگردی ها رو ممکن بکنن. و همین مدها هستن اکثرا که اواخر صفویه تحت عنوان دستگاه ظاهر شدن و بقیه مدها رو، بقیه اون 42 تا رو ذیل خودشون جمع کردن به یک ترتیبی. و اینکه اجرای دیگر مدهای خالی از دستگاه، همونجور که گفتم الان، در بستر همین دستگاه دارها ممکن می شده. دیدیم توی اون رساله هم گفته که اون شعبه هایی که نیم پرده دارن نمیتونن تصنیف خودشون داشته باشن، جایی به کار میرن که مثلا نیم پرده نیست، یه لحظه ای از یک تصانیف ظاهر میشن و در واقع یک ماهیت تعلق داشتن رو به خودشون میگیرن. مدهایی که نیم پرده دارن
متعلق میشن به متایی که نیم پرده ندارند و ساده تر هستن. ساده که البته منظورم از نظر ساختار مدال، ساختار نغمگی، بدون فواصل خیلی کوچیکه، شاید دشوارتر، شاید این خودش قابل بحث هست که خب ما همین الانش هم وقتی که اصفهان میزنیم که اون نیم پرده معروف رو داره، خب تا یک مقداری دستمون بسته هست برای رفتن به شور و در واقع سفر به خانواده بزرگتری از مقام ها، و این رو میتونیم که الان هم نمودش رو یک جورایی توی نظام دستگاهی امروزی تو ردیف ها حس بکنیم. پس این بود مطلب ما در جلسه اول دوره تاریخ دستگاه ها، و جلسه بعدی با یک مطلب دیگری که گفتم ابتدای کلاس، کارگان رو بیشتر، رپرتوار صفوی رو بیشتر از نزدیک نگاه خواهیم کرد. مرسی از همگی.